آقا سلام، خیلی خوش اومدین به اولین ویدیوی بلند چنل من. که امروز قراره بریم بدوارز بازی کنیم و من خیلی نوبم تو بدوارز، واقعا تو بدوارز خیلی به شدت نوبم و اگه یهو دیدید که پریدم تو وید و نمیدونم از بریج افتادم و پی وی پی راحت مردم و اینا، دیگه خودتون ببخشید و تو کامنت ها مسخرم نکنید. فقط آقا یه چیز بگم که آقا به نظرتون من همین جوری یعنی ادیت نباشه رو ویدیو، یعنی میم و ادیت و چیز خاصی تو ویدیو نباشه، یا اینکه ادیت بزنم؟ نمیدونم، من خودم خیلی حوصله ادیت زدن ندارم، ولی خب در صورت میخوام از شما بپرسم که هم یارو داره بریج میزنه دیگه، چرا میخوای بریج بزنی؟ افتاد بابا، پدر سگ رو نگاه کن، نزدیک بود بیافتم. من چیکار میکنی؟ یار تو یاری، تو یاری یا دشمنی؟ هواداری یا کی دشمنی؟ بینو برم سمت بده قرمز، یه نفر رو بدشونه، نمیشه رفت. بذارش یه ترایی میدم، شاید تونستم بدشونه بگیرم. او نه دو نفر 3 نفر شدم. what the fuck. به نظرم برم بهتره. نمیدونم. ای بابا این از کجا اومد؟ بجن قرمز دلقه که بخواد بیاد چیکار میکنه داشت؟ ای اف کی برو تو باید. من پیککسی هیچی ندارم. بمیر دیگه، بمیر دیگه آقا، بمیر. ای بابا، ای وای آجی نزدیک بود بیفتم من نوع سگ. میتونم برن روی این؟ خب اوکی. ای وای چه فرقی کردن؟ ای بابا آجی این چقدر پرو پلیر یارو، بذار من زدم. چجوری من زدم؟ داری من سمت بدم. آره ای وای ای وای ای وای این یار راحت میتونه ما رو بزنه. یس شانت ما رو باش همین زودی. من نمیتونم اینو بزنم حرکی. چرا درایت نمیخوایی؟ یارم که افتاد. بزن بابا، دوتامونو زد وای، دوتامونو زد همزاده، دوتامونو زدی. برو کنشک. بابا شانسم نداریم ما یار درست گیرمونه. یار من کجان؟ ای وای بابا این چی کار میکنم من؟ ای خدا. آقا این یه مچ دیگه است، همون قبلی نیست. وای اومدن 2 نفری اومدن. ای خدا. بابا چجوری نیافتن؟ چرا نیافتادن؟ چی شد؟ یه نفر بالا ساره. بابا سب کنید یه ثانیه بکشین بیرون هم دیگه. ای بابا این میاد اون میره، حواسمون رو کدوم باشه الان؟ یا بیا برو، یا چیکار میخوای کنید؟ حواست چیه داداش؟ خب خدا رو شکر که نمردیم. خیلی عجیب بود نمردم. پشمام. زرد رو زدن، من کجا دارم میرم؟ کورم
هستم کوکی هستم ولی ای وای اینا رو نگاه کن چقدر زیاد بابا. ای خدا یارم این فلجن یارم یار ندارم من. بمیر چون نه بمیر وای شانس آوردم آدمتون میگم اگه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین لایک و سابم یادتون نره. همین دیگه خداحافظ.